درود به کل تماشابینان تلویزیون ورزش و هواداران ورزش بزرگ. با نشر نوبتی برنامه ترانسفری با شما هستم ایمانبک شودبکزاد و در برنامه امروز البته که ما از نخستین خریداری بزرگ تابستانه برایتان خواهیم گفت، ولی اولا از موضوعات دیگر یادآوری میکنیم. چطوره در برنامه پیشین از اشتیاق توتنخم در مورد дзюба کوتاه گفتیم. این مورد نسبت این خبر اندک بیشتر حرف میزنیم. با قول سابق مربی لوکوموتیو ایلیا گرکوس، مورینیو واقعا هم дзюба را در تیمش میخواهد و این را گرکوس با باوری تام میگوید. هرچند که به این موضوع کم نفران باور میکنند، ولی احتمالاً این نوبت سخنها در این مورد اساس نکند و خود ایلیا گرکوس در مورد اشتیاق مورینیو نسبت дзюба چنین گفته است: من اگنت او را میشناسم، میدونم که مورینیو او را میخواست و این حقیقت است. مورینیو با وجود آنکه در جام جهان چون شارح کار میکرد و بازی منتخب روسیه را هم تحلیل میکرد، дзюба را نقض میشناسد. از با چنین سخنها گرکوس میگوید که واریانت دعوت дзюба به توتنخم واقعا هم وجود داشت، ولی مشکل است گفتن که پس از بود باشی کوتاه پاولچنکو در توتنخم، لندنیا با اشتیاق تمام یگان بازیگر روس را در حقیقت دیدن میخواهند، خصوصا дзюبای کندلنگ را. در خصوصی به avrupo رفتن дзюба اگر دیگران میگویند الکساندر کاکورین باشد، از مایل ترک چمپیونات روسیه خود صدا بلند میکند و اینجا هم گپ سری باشگاه‌های اروپایی میرود. همین طریق طبق نقشه‌های آینده سازی خود سابق محبوس بوتیرکا، حمله‌ور سوچی میتواند به ایتالیا یا فرانسه رود. من کم پیش مهلت شرطنامه هم با زنیت را تا سنه 3 ایول تمدید نمودم. پس از انجام یابی چمپیونات من فوتبال بازی آزاد میشم و در چنین حال گفت و شنیدها با تیم‌های دیگر هم ادامه دارند. عین حال بخصوص در علاقه با نمایندگان مارسل و روما می باشم، هرچند که عین حال یگان پیشنهاد رسمی نیست، ولی نقشه‌های اصلی من بازی نمودن در avrupo است، گفته است الکساندر کاکورین وقتی مصاحبه با رسانه‌های ورزشی روسیه. باز هم درباره یک فوتبال بازی دیگری روسی میگوییم که با انجام موسم جاری شرطنامه‌اش به اتمام رسیده. از سفر احتمالیش به avrupo میگویند. این نفر دروازه‌بان تیم کراسنودار استانیسلاو کریسیوک است که به قول رسانه‌ها نسبت این نفر باشگاه اسپانیا، یونان، ترکیه و شویتزاریا مراق ظاهر کردند. استانیسلاو قرار کرد که کراسنودار را ترک نماید، چرا که دروازه‌بان احتیاطی بودن برایش نمی‌خورد. پس از انجام موسم جاری مهلت شرطنامه کریسیوک با کراسنودار به انجام رسیده. در این میان اولمپیاکوس یونانی نسبت استانیسلاو توجه کرده است. همچنین این بردستای ترکی نیز ضد نیستند که دروازه‌بان کراسنودار را در حقیقت ببیند. با احتمالات زیاد میتوان گفت که همین تابستان کریسیوک به avrupo میرود. اقتباس می‌آورد روزنامه ایزوستیا با تکیه به سرچشمه‌های نزدیک همین رویداد. از اشتیاق دستای ترکی و یونانی و اسپانی و شویتزاری نسبت دروازه‌بان 29 ساله را اگنتش یاگو فرناندش هم گفته بود. یادداشت می‌کنیم که کریسیوک در صف براگا و ریو آوه پرتغالی نیز برآمد نموده با کراسنودار باشد سال 2018 گزارش نموده بود. مادامی که علنگه غضب سیاه‌پوستان برای دسترسی حقوق بیشتر و رفع نژاد پرستی بالا شدن میگیرد، سری وقتی است که از یک علامت نوبتی نژاد پرستی در فوتبال روسی میگوییم که چطور باشگاه فوتبال روتور از شهر ولگاگراد با دستپروری سیسکا لایونل آدامز به خاطر سیاه‌پوست بودنش شرطنامه نبست. در این باره اگنت معروف فوتبالی دیمیتری سلیوک گفته است: ما می‌دانیم که چند از دسته‌ها از راهبریت مأموری منطقه وابستگی دارند. از روی پرینسیپ ورزشی ما می‌توانیم از شما یگان فوتبال بازی بگیریم. شما فوتبال بازانی نغز با نرخ نه آنقدر بزرگی دارید، ولی برایمون گفتند که در دسته ما فوتبال بازانی سیاه‌پوست باید نباشند. چنین روی داد با لایونل آدامز وقتی گزارش احتمالی بر روتوری ولگاگراد به میان آمده بود. اقتباس آورده است سخنان سلیوک را سپورت 24. اعلام میکنم که دستپروری تیم سیسکای مسکو آدامز باشد، خود دارای شهروندی روسی می باشد، ولی گناهش آن است که سیاه‌پوست است. از روی معلومات سرچشمه چنین روی داد ماه ینور سال 2020 به میان آمد. خود آدامز باشد در صف تیم کسبی قزاقستان برآمد دارد، در حالی که دسته روتور با برآمد عالی در لیگ ملی فوتبالی رای هرزنده تینکاف پرمیر لیگ را برای موسم آینده صاحب شده بود.
با قول نشریه سپورتی سافدوکوری اینترو بارس در خصوص لاوتارو نپختند و تیم میلانی باشد این نوبت باری بازیگری خیش 85 میلیون جمع فیرپو میپرسد، در حالی که بارسلونا از 65 میلیون زیاد پرداختنی نیست. با وجود آنکه لاوتارو مارتینز با اینتر تمدید شرطنامه نمیخواهد، چنین گزارش دیر یا زود عملی می شود. چطور میدانیم بیشتر فوتبالبازان آمریکایی لاتینی با بارس رمانتیک افسانه‌ای دارند و بازی کردن با پیرانهای بارسلونا را برایشان عملی شوی بزرگترین امید به زندگی می حسابند. اما برخی‌ها و مثل یریمینا و مالکوم و فیلیپ کاوتینیو از کارشان به اطلاع سخت شتم خوردند. با کلگی میدانیم که تیم موناکو چند موسم قبل از فروش بازیگران صاحب نام خویش خوجینی بازار شده بود، ولی پس از آن البته دچار شکست و ریختم گردید. محض برای برداشتن اعتبار قهرمانی و تربیت چهره‌های منفعت آور دیدند که آوردن مربیان نو نتیجه نآورد. اکنون در دسته ریبالوولف دیرکتور ورزشی نو می آید و این هم پل میچیل است، نفری که در تیم‌های ردبول، ساوثگمپتون و تاتنخم کار کرده بود. آخرین جایکاری این انگلیسی 38 ساله ردبول بود، جایی که مسئول شعبه فوتبالی در تیم‌های RB لیپزیگ، نیویورک ردبول و RB براگانو برزیلی بود. اگر از کار و پایکار میچل ندانید، عیناً همین نفر برای ساوثگمپتون توبی آلدرویرلد، گراسیانو پیله، دوشان تادیچ و سادیو مانه را آورد. خود قضاوت کنید که توبی و مانه در کدام از دسته‌های بازی میکنند. برای توتنهام باشد پل، سون هین مین، کیران تریپیر، ویکتور وانیاما و توبی آلدرویرلد را سرجم کرده بود. اینجا هم از نفران حرف میزنیم که چهره‌های نمایان در تیم‌هایشان هستند. برای سبزیش تستری نتیجه RB لیپزیگ باشد پول میچل، پاتریک شیک، انخیلینیو، کریستوفر نکونکو، خانس وولف، ادمول لوکمن و دانی اولمو را خریداری نمود. علام‌آور است البته که بوندسلیگا را چنین متخصصان پرقوت ترک می‌کنند، ولی از جانب دیگر مونیگاسکوی شویی هم در تلاش ورودی بازار نمودن چهره‌های پولآفر از سایل‌های لاجوردی اند. اینک رسیدیم به سخن سر نخستین ترانسفر بزرگ تابستان 2020. اگر خاطرتان باشد نخستین گزارش تابستان 2019 این سفر لوکا یوویچ از سایل‌های فرانکفورت به مادرید شاهی بود و همگان میدانند که تا حال آنقدر نتیجه بخش نیست. نخستین ترانسفر بزرگ تابستان سال 20 باشد همشهری بازی انجام نشده ورنر و کلوب و گزارش تیم با چلسی می باشد. چلسی رسما از ترانسفر ورنر اعلان نمود. طبق نقطه‌های شرطنامه این فوتبالباز 24 ساله آلمانی موسم جاری بوندسلیگا جنبست نموده به لندن میکوشد. تمرین‌ها با تیم نوش را تیم پس از گذشتن معاینه طبی شروع نموده. مبلغ گزارش باشد از 53 تا 60 میلیون یورو نشان داده می شود. سامانه ترانسمارکت باشد ارزش ترانسفری ورن را 64 میلیون گفته، ارزش جبران پولی را 53 میلیون میگوید. اگر به منفعت RB لیپزیگ نظر کنیم، سوداکنی تیم برایشان قریب 40 میلیون یورو فایده آورده است. چرا که محض تابستان سال 2016 RB لیپزیگ این فوتبالباز را از شتوتگارت با ارزش 14 میلیون یورو خریداری نموده بود. همچنین به قول ژورنالیست نیکولاس سکیرا 15% ارزش این گزارش به شتوتگارت می رود، چرا محض همین تیم ورنر را تربیت کرده و روی فوتبالی برایش نشان داده بود. من خوشنودم که به چلسی می پیوندم. این لحظه مهمی در کارنامه ورزشی هم است. می خواهم که به RB لیپزیگ و کلی مخلصانش برای سالیان زیاد بودنم در آنجا رحمت بگویم و آنها هم وقت در قلب من میمانند. انتظاری بزرگ از آغازیابی موسم نوبتی هم که با مربی نو، هم دسته های نو و البته که مخلصان چلسی میگذرانم. در پیش ما را آینده خیلی هم بزرگ انتظار است، گفته است ورنر. یادرس میکنم که تیم 32 گل در چلسی بازی موسم 19-20 به ثمر رسانیده. لیپزیگ باشد عین حال با بروسیا بهر موقع لیگ قهرمانان مبارزه میبرد. دوستان عزیز، این بود آن سر و صداهای ترانسفری اطراف فوتبالی و سخنها سری نخستین ترانسفر بزرگ از تابستان سال 2020. تا برنامه دیگر تنسیت و موفق باشید.